ما با کف دستا نگاه میکنیم و اونجا خطهای گوناگون میبینیم. هر یک خط معنا داره. برای کفشناس کف دست آدم این یک کتاب است که او را میخواند، میفهمد و البته ما نسبت علم کفشناسی مناسبت نسبی داریم، برای چی که آدم میتواند بعضا کارهای را، عملهای را کند که حتی اون چیزی که در او مثلا باید شود آن نشود. از تقدیر ما راضی میشویم و چشمان خدا میپوشیم. از شعور کیهان همون میپرسیم، ما رو شعور کیهان سر میکنیم که شفا از عمق کیهان میآید و اون به نماد موج هاست. به نیت صحتی و سالمی شفا نشستیم و هوشمون رو در بین معینه سر گرفته آرام میشویم. دقت ما و شما در پشت دل. هر چی که ما گفتیم از زبان دل تکرار کنید. بدن خود را از نوک پای تا تار سر با چشم باطنی خود سکن کنید، یعنی گذرانید. جاهای سخت بدن رو نرم و ملایم سازید. اون جایی که مثلا شما شدت حس میکنید یا که در گوشت پوستتون یا که در عضوهایتون، اون رو نرم سازید، ملایم کنید. بسیار قوای زیادتی آدم در همون شدت بدنش میرود. آدمانی که آرام هستند، نرم هستند، ولی در وقتی در کاری میبینید که شدت بدن و کار آنها بسیار به یک ذوق و به یک شوق و به یک نیروی خوب است، ولی در جایی که آنها این قوه رو باید صرف نکنند، آنها تماما آدم دیگرند. یعنی اینها میتوانند که در حالتهای لازمی قوهشون استفاده برند و در حالتی که لازم نیست آن را در خود جمع کنند. اقلیت معینه سری خود را ما باید احتیاط کنیم. یا با بدن نرم و ملایم شدن میگه. ما بازم به بعضی آدمان سلام میکنیم، دست آنها را نهایت سخت میبینیم، حس میکنیم که دستشان سخت است. این آدم در حالت شدت قرار دارد و قوای زیاد صرف کرده ایستاده است و قوای زیاد سببی بیهوده صرف شدن نیروی عصبی میشد و بدن برای اداره کردن خود نیرو نمی‌یابد. از بشینید آزاد و آرام، آسوده و قوایی که بیهوده پیش صرف میکردید، چی در سمت فکرانی، چی در سمت پیش نظر، چی در بدن، یعنی گوشت و پوست بدن یا عضوهای درون، شما آن را با بدن دقت که داده گرفته و معینه سر برید. ملایم میکنید بدن، گوشت و پوست خود را، رگ و پیوند خود را و حس میکنید که آن جایی که نرم و ملایم میشود آنجا گردش خون میرود. گردش خون که رفت، بدن مانند همون خمیری میشود، یک نرم ملایم ولی وزن در حسیات ما زیاد شده هم میگیرد. یعنی جای نشست ما را به طرف خود میکشد. زمین و آسمان بسیار دوست می‌دارند یکدیگر را. یا که زمین عاشق آفتاب باشد که در گرد او دور میزند.
و آفتاب و محبت خود رو چنان پهن میکند که زمین رو هر وقت روشن و گرم نگه میدارد. چون زمین از آفتاب دور میشود، زمستان میشود، یخبندیان میشود. چون باز نزدیک میشود، بهار و تابستان گل و گلزار میشود. یک چیز رمزی است که ما گفتیم، ولی به هر حال بدانید که زمین و آفتاب با موج‌های به چشم نامنمایان که آنها را نیروهای الکترومغناطیسی گفتن ممکن است پیوست هستند. و هم زمین و هم آفتاب می‌خواهد که نیروی نوی داشته باشد که آن و نور الهی آلوده باشد. این بهترین غذای آنهاست و نور الهی در قلب انسان است. اما مخلوقات دیگر و اکثر آدمان از آن نور بی‌نصیبند. وقتی که نوری قوه الکترومغناطیسی آفتاب از بدن آدم می‌گذرد، آلوده نوری اصلی می‌شود. و زمین همچنین وقتی از بدن انسان یک نیروی رو با بسیار ذوق می‌کشد که ما آن جاذبه می‌گوییم، اگر انسان آن را از قلبش گذراند، این بهترین غذای نوری برای زمین است. برای همین نه تنها ما و شما خواهش داریم که صحت شویم، بدن خود را تازه کنیم، وطن ما، دولت ما، نزدیکای ما و شما میخواهند که ما صحت باشیم، چون که شهروند سالم این بایگری دولت است و تمام نیروهای دیگر، بلکه همین زمین و آسمان هم میخواهند که ما صحت باشیم. از داده شده با حالتی که شما رو فرا میگیرد، حالت آرامی، حالت آسودگی، حالت مخصوص معینه سر. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما. پیش نظر تازه شده. هر باری ما به شما نفس میگیریم بدن سبک شده، ما وزن او رو فراموش کرده میگیریم و در روش تقویت شما حس میکنید که ما و شما بدن به حال خود گذاشتن او رو به گوشه فراموشی میدیم. آن وقت بدن که از فکر و از احساسات ما که می آساید، آن وقت بدن ما و شما خودش رو تبابت کردن میگیرد. این قدرت رو در بدن شعور کیهان گذاشته است. سرشت ما خودش رو تبابت کردن میتواند. با این حال آرامی و آسودگی بدن خود رو بذارید و نفس خود رو دقت دهید. چطور باری که ما نفس میگیریم بدن ما سبک شده، هر باری ما نفس میبریم بدن ما پوری هوای تازه و پوری نیروی نو میشه. ناتشوید به حالاتی که شما رو فرا میگیره. دم گیرید و صحت شوید تن شما با همراه شما. از بدن ما یک نیروی عجیبی میگذرد که این قوه جاذبه زمین، قوه الکترومغناطیسی آفتاب و دیگر نیروهایی هستند که به ما و شما تأثیر مثبت میرسانند. داده شوید به آن حالاتی که شما را فرا گرفته است. حالت آرامی، حالت مخصوصی معینه سر. چقدر خوب و نغز نشسته. یک نیروی عجیبی آرام کننده و نرم کننده شما رو فرا میگیره. ما شما رو کمک میکنیم که از بدن شما یک نیروی نو گذرد و بدن شما تازه شود و شما حس کنید که چطور سبک شده ایستاده. پیش نظر و دقت بوده شما را کوی گوناگون میبینید. هر یک رنگ، هر یک حادثه واقعی صورت برای ما و شما معنا دارد.
چقدر خوب و نفس نشسته. درگیره تن شما هم روح شما و خون باید خود تقویت کنی بدن و پرتفته می شود و خون داروهای خود بدن، داروهای عادی، داروهایی که در بدن شما زیاد است. نیروی عجیبی تازه کننده شما رو فرا گرفته است. خارجی آرام کننده و نرم کننده شما رو فرا گرفته است. درگیره تن شما و هم روح شما. پیش نظرتون باش داشته گویا شما یه لاتایی رو گرفته تازه کردن میگیرید. در سطح خونگی یک تاریکی فوری پیدا می شود و با یک ذکر نام خدا یا نور شما عینه خود رو پر از این کلمه می کنید و شما نور رو یا حس می کنید یا می بینید یا درک می کنید یا اینکه می شنوید و نور می تواند که شکل‌های بسیار حلاوت بخش و زیبایی رو در پیش نظر شما سازد. این همه قوای بد رو از شما دور میکنن. دو شبه با حالتی که شما رو فرا میگیره، حالت آرامی، حالت رسونگی، حالت مخصوص معده سر. درگیره تن شما و هم روح شما. روز تو روز شما صحت‌تر و صحت‌تر میشه. چقدر خوب و نفس نشسته.
هم تن شما و هم با روح شما. یک نیروی عجیبی تازه کننده شما رو فرا میگیره. چون نور رو در زبان دل تکرار داره، شما نور رو در بدن خود حس میکنید. قلب شما رو آرامی فرا میگیره، آرامی که شما آن رو دیر آرزو داشتید. نوری عجیبی تازه کننده شما رو فرا بودن زیبا رنگین وقتی خوشدلی خورسند اون که شما روز تا روز بیشتر و خوبتر شدن می‌بینید. اون چی که شما میخواهید پیش نظر بیارید. اکنون از دل گذرانید اون چی که میخواستید. نیتتان نیک باشد.
بخشش کلام، مهر و محبت، شوق زندگی، بی‌دردی، خواب نغز شب خبر خوش میارند. ما که روز تا روز معلومات‌های سطحی را در خود می‌بینیم، آنچه که ما را پیش ناراحت می‌کرد در نظرمان ناچیز می‌شود. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. سبک و روشن دم گرفته، خرسند خوشوقت. بود و هواش خیلی باشد نباشد معقول و تنتیج، امن خدا نزدیک، دعا مستجاب. علامت‌های صحتی در ما و شما زیاد شده، داروهای بدن حاصل شده. با مردم را به صحتی و سالمی دعوت می‌کنیم. چشمان خداییش داشتن یک کشه.